نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. صدق الله. اللهم صل على سيدنا وشفيع ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم إنك أنت العليم الحكيم. در آغاز این سوره مبارکه عرض کردم که در این سوره موضوع اساسی و محوری نفی شفاعت است، نفی شفاعت قهری. خداوند تعالی در 3 سوره گذشته، یعنی سوره قاف و زاریات و طور، از قیامت، شدائد و سختی های قیامت و اینکه در قیامت عذاب پروردگار برای مجرمین خواهد بود سخن گفتند، صحبت فرمودند. حال در این سوره بیان می شود که اونهایی که شما به عنوان سفارش کننده، شفاعت کننده و به عنوان پارتی و پشتیبان خودتون فکر میکنید، اونها کار اونها نیست، سفارش اونها هیچ جایگاهی ندارد. در درس دیروز در رابطه با سفارش خدایان یا عدم قدرت و قدرت نداشتن خدایان مثل لات و عزا و منات خواندیم. در درس امروز درباره ملائکه، کم من ملک فی السماوات، چون که مشرکان مکه هم بت عبادت می کردند هم ملک عبادت می کردند. ما در مسئله اله و مقدمه خواندیم که اونها همه چیز عبادت می کردند، هر مظهری می دیدند، هر چیز خارق العاده می دیدند پرستش می کردند. ستاره ها را عبادت می کردند، جنات را عبادت می کردند و ارواح را عبادت می کردند، فرشتگان را عبادت می کردند، بت‌ها را عبادت می کردند، انبیا را. همه چیز پرست بودند، یک چیز نمی پرستیدند، فقط بت پرست نبودند. اما فرقش این بود که برای همه اینها تقریبا نمادی درست کرده بودند از بت‌ها و اون را جلوی خودشون قرار داده بودند، در واقع اونها را عبادت می‌کردند. خدای عزوجل در این آیه می‌فرماید که خیلی از فرشتگان هستند، ملک هستند که شفاعت اونها و سفارش اونها به شما فایده نمیدهد.
چون که فرشته ها سفارش میکنند، دعا میکنند، اما برای اهل توحید، اهل ایمان. شما خواندید که در سوره مبارکه مؤمن که فرشته ها چه دعایی میکنند. دعا برای ایمانداران، دعا برای یکتا پرستان. لذا الله می فرماید و کم من ملک فی السماوات، چقدر از فرشته ها هستند که در آسمانند، لا تغنی شفاعتهم شیئا، شفاعت و سفارش اونها هیچ فایده ای ندارد. لا تغنی شفاعتهم شیئا، فایده ندارد شفاعت اونها، ذره هیچ فایده ای. الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر اینکه الله اجازه بدهد. بعد از اینکه الله اجازه بدهد، اونم برای کی اجازه میده؟ الله. لمن یشاء و یرضا، الله برای اون کسی که خودش بخواهد و خودش راضی باشد. این را میگه شفاعت بالاذن. ما قبلا هم در سوره های خواندیم که شفاعت برای اهل ایمان است، برای کسانی که اهل توحید باشند. اینجا هم تفسیر معالم التنزیل و تفسیر خازن روی این نوشتند لمن یشاء و یرضا من اهل التوحید، لمن یشاء و یرضا من اهل التوحید، یعنی برای مشرکان نه، برای موحدان. اما این مشرکان، اینا که فرشته ها را فرشته نمیدانند، اینا هم جایگاه خود فرشتگان را به اونها نمیدانند، اونا را مؤنث میدانند، اونا را ماده میدانند، اونا را دختر خدا میدانند، در حالی که اونها اصلا از تذکیر و تأنیث، از عرض کنم نر بودن و ماده بودن پاک هستند. الله می فرماید ان الذين لا يؤمنون بالآخرة، همانا کسانی که ایمان ندارن به آخرت، لیسمون الملائکة تسمیة الانثى، البته آنها نامگذاری میکنن ملائکه را، مسمى میکنن ملائکه را تسمیة الانثى، نام مؤنث. برای ملائکه نام دخترانه، یعنی اونا را دختر خدا میدانن. از کجا؟ وما لهم به من علم، نیست برای آنان نسبت به این مسئله هیچ نوع علمی، هیچ دانشی ندارند، یعنی هیچ دلیلی ندارند، نه دلیل عقلی دارند، نه دلیل نقلی دارند، نه دلیل وحی دارند، هیچ نوع علمی، هیچ نوع دلیلی ندارند که فرشته دختر خداست. پس از کجا آوردند؟ این یتبعون الا الظن، اونها دنبال نمی کنن مگر ظن خودشان را. ظن اینجا معنی لفظی ظن گمان هست، ولی اینجا مراد خیالات فاسده، خیالات فاسده، تخیلات خودشون را، اونها تخیلات بدون دلیل. ظن در شریعت هیچ جایگاهی ندارد. ظن به معنی گمان. البته فقهای ما بعضی از صورتهای ظن را اعتبار می کنند، ظن گمان. بنابراین ما میتونیم بگیم که ظن گمان بر دو قسم است. یکی ظن به معنی همون تخیلات بدون دلیل که اینجا هم همین معنی هست، هیچ جایگاهی در شریعت ندارد. دوم ظن در مقابل یقین، یکی هست یقین، یکی هست ظن. این ظن به عنوان یک دلیل شرعی در بعضی موارد اعتبار داره. در بعضی موارد ظن چی داره؟ اعتبار داره، یعنی گمان خودتون. مثلا من خدمت شما عرض می کنم، شما میرید یه جای بیابانی هست، میخواهید نماز بخونید،
از کسی میپرسی آقا قبله کجاست، کسی را میبینی میگه قبله به این سمته. خب وقتی کسی دیگه آدم معتبری، آدمی که بهش اعتبار باشه، موثقی باشه، به شما بگه قبله این سمته، دیگه الان یقینه، الان دیگه به ظنت بر نمیگردی، فکر نمی کنی که کجاست و کجا نیست، الان باید به یقین عمل کنی. ظن به عنوان یک دلیل اعتبار نداره. اما اگر هیچ کسی نیست بهت بگه قبله کجاست، کدوم طرفه، اینجا شریعت میگه، فقه میگه شما فکر کن، خودت فکر کن، اطرافت را نگاه کن، اگر شب است ستاره ها را نگاه کن، اگر روز است خورشید را نگاه کن، شمال و جنوب را فکر کن کدوم سمته. خلاصه بعد از فکر آخر ظن خودت میگه، گمان خودت میگه قبله این طرف. هر سمتی که گفت اینجا به ظن خودت عمل کن، به ظن غالب، چون امکان داره فکر کنی این طرفه، فکر کنی این طرفه، دو طرفش را فکر کنی، ولی بیشتر ظن غالب همونی که بیشتر نظرت همونه. پس این وقت ظن غالب به عنوان یک دلیل شرعی اعتبار داره. اگر بعد از نماز کسی بهت گفت که آقا نمازت درست نشده، شما برعکس نماز خوندی، دیگه تمام شد، دیگه نماز را اعاده نمی کنی، بر نمی گردانی، چون اون ظنی که شما از طریق او قبله را پیدا کرده بودی یک دلیل شرعی هست، گاهی خطا می کند، گاهی درست. یا مثلا شما در نماز هستید و کسی بار اول و دومش باشه که نماز را از اول میخونه، اما بعضیا که مثل ماها هستند حواس پرتی دارند، الان نمیدونه 2 رکعت خواندم 3 رکعت خواندم، فکر میکنه چند رکعت شدن. اینجا میگه به ظن غالبت عمل کن. بیشتر فکر چی میگه؟ بیشتر میگه 3 تا خوندم، پس یکی دو بخون سجده سهو بکن. اگر بیشتر فکر میگه که نه 2 تا خواندم، بس به اون. اگر نه برابر هستن به اقل بگیر، همون 2 تا رو بگیر، فرض کن 2 تا خوندی. منظور اینه که ظن در بعضی موارد از نظر فقهی اعتبار داره، گمان انسان اعتبار داره به عنوان یک دلیل شرعی، اما اینجا به اون معنا نیست. اینجا ظن به معنی چی است؟ تخیلات بدون دلیل، توهمات بدون دلیل. لذا الله می فرماید این یتبعون الا الظن، آنها دنبال نمی کنند، پیروی نمی کنند مگر گمان را. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و این نوع گمان یعنی تخیلات بدون دلیل فایده نمی بخشه از مسئله حق هیچ چیزی، یعنی انسان را به حق راهنمایی نمی کنه، چون که یک توهمی هست، یک گمان محضی هست، هیچ دلیل وجود نداره. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاة الدنیا. زجر برای مشرکین قبلا خواندیم. این کارهای مشرکین رسول الله را نگران میکرد، ناراحت میکرد. الله عزوجل در میان این آیاتی که بر مشرکان و زجر بیان میفرماید و از خرافات اونها بیان میفرماید، حبیب خودش را تسلی میده. فاعرض عن من تولی، شما اعراض کن، شما رویگردانی کن از آنی که تولی عن ذکرنا، از ذکر ما چی؟ اعراض کرده، از نسبت به ذکر ما پشت داده. ولم یرید الا الحیاة الدنیا، اون اراده ای نداره مگر زندگی دنیا را، یعنی اون فقط چون ایمان به زندگی آخرت نداره، اون فقط هم مغمش همینه که همین زندگی دنیا خوب بشه، آباد بشه. ذلك مبلغهم من العلم، بالاترین حد و درجهش از علم همین دنیاست، یعنی از دنیا میدونه، اون طرفتر هیچی نمیدونه، چون ایمانش را نداره، یقینش را نداره. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدی. خدا بهتر میداند چه کسی گمراه شده از راه خدا و خدا بهتر میداند چه کسی بر هدایت است. پس این بیچاره گمراه شده.
ولله ما في السماوات وما في الارض. الان الله تعالی بازم دلائل توحید و اثبات توحید در اینجا بیان تصرفات الهی. ولله ما في السماوات وما في الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات و اختیاراتی که در آسمان هاست و در زمین است. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، این لام لام عاقبته، عاقبت و انجام آخر چی میشه؟ الله پاداش میده، جزای بد میده، به کیفر اعمال میرساند. الذین اساءوا بالحسنى، آنهایی که اساءوا بما عملوا، آنهایی که بد کردند. چه جزایی میده؟ بما عملوا، به اون چی که عمل کردند، یعنی بد کردند بد میبینند. و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، و پاداش نیک میداد کسانی را که احسنوا، اخلاص داشتند. چه پاداش میده؟ بالحسنى، بهشت. حسنا چند جا خواندیم، تفسیرش چیه؟ بهشت. به اینها پاداش بهشت میده. پس اولی لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، این متعلق ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله بود، کسی که گمراه است. و دومی و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، این متعلق چی هست؟ متعلق ان و هو اعلم بمن اهتدى هست. خب اینهایی که الله می فرماید که مخلصند، اینها را الله پاداش نیک یعنی بهشت میده. مخلصین کی هستند؟ صفات مخلصین. این صفات مخلصین را بخوان و صفات مخلصین را در وجودت احیا کن. اینجا جمع نشیم فقط اطلاعات ما بالا بره، جمع بشیم که این کتاب را بخونیم و بر این عمل کنیم انشاءالله. خدا توفیق بده. الله می فرماید الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، مخلصین محسنین الذين احسنوا، اینها هستند کسانی که اجتناب می کنند، دوری می کنند از گناهان کبیره، والفواحش، از گناهان بی افتی، بالخصوص فواحش را، و الا فواحش هم از گناهان کبیره است. بدچشمی، رابطه نامشروع، اینا جز کبایر هستند. اما این را الله عزوجل به خاطر اینکه بارزتر بشه، نمایانتر بشه، جداگانه ذکر کرد. پس مخلصین اینا هستند که از این نوع گناهان کبیره چی میکنند؟ اجتناب میکنند. الا لمم، لمم میگن لغزشات، مگر لغزشات گاهی از اونها سر میزند. لغزشات الان نگیم گناهان صغیر بهتره، بلکه لغزشات معمولی بگیم. چون من در رابطه با گناهان کبیره و صغیره که خدمت شما عرض کنم، شما متوجه میشید که گناهی به نام صغیره که حقیقتا گناه کوچکی باشه نداریم. حال این بحث که گناه کبیره کدومه، گناه صغیره کدومه، بعضی ها تفسیر کرد، توضیح دادند، گفتن گناه کبیره به اون گناهی گفته میشه که صراحتا در قرآن کریم یا در حدیث شریف نسبت به اون منع آمده که این کارها را نکنید. مثلا دروغ نگویید، غیبت نکنید، حسد نکنید، سوی زن داشته نباشید، با هم دیگه بغض نکنید، لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، رسول الله فرمود به هم دیگه پشت ندهید، با هم دیگه بغض نکنید، با هم دیگه حسد نکنید. و کونوا عباد الله اخوانا، بندگان خدا برادر با هم باشید. پس هر چی که در حدیث آمده اینها گناهان چی هستند؟ کبیره هستند. از دروغ گرفته، زنا، شرک، از شرک شروع میشه بالاترینش، شرک، کفر، قتل نفس، نفاق، بیا تا پایین. لذا هر چی که در آیات و احادیث نسبت به گناه بودن اونها آمده، اینها گناهان چی هستند؟ کبیره هستند. و هر چی که در آیات و حدیث صراحتا من نشدند ولی
علما اونها را استنباط میکنند و گناه میدانند اونها صغیره هستند. این یک تعریف. اما بعضی دیگر از بزرگان معتقدند که گناه کبیره و صغیره نسبت به هم، یعنی هیچ گناهی گناهه، نافرمانی کسی که خدا را ناراضی کرد و رنجاند اون دیگه چیه؟ اون گناه کرده، اون کبیره است. اما اینکه میگیم کبیره و صغیره نسبت به هم دیگه، مثلا یک کسی هست دروغ میگه، اینم گناه خیلی بزرگیه، اما دیگری رفته شرک میکنه، بت را عبادت میکنه، اونم گناهه. الان این دروغ در مقابل اون صغیره هست، کوچکه، اون در مقابل این کبیره است. پس هر دو گناه کبیرند، اما دروغ نسبت به قتل نفس، مثلا یکی انسانی را میکشه، یکی میره دروغ میگه، خب دروغ در مقابل قتل نفسیه، صغیره هست، کوچکه، واقعا کوچکه، اما فی نفسه بزرگ، خلاف دستور خداست. بنابراین ما اصلش صغیره و کبیره نداریم، نسبت به هم دیگه چیه؟ صغیره. مثلا یک عالمی هست، عالم بزرگیه، احترامش میکنید، ولی وقتی که استادش میاد، استادش دیگه بزرگ میشه، اون میشه کوچک در مقابل اون. برای ما همینم بزرگه. پس کبیره و صغیره بودن، قول محقق اینه، قول درست اینه که نسبت به هم دیگه کبیره و صغیره هستن. پس از گناهان کبیره که همه گناهان کبیره هستند و از کارهای بی عفتی و فحش اجتناب میکنن مخلصین، الا لمم، مگر لغزشات معمولی، گاهی اشتباهی میشه، لغزشی میشه، خطایی میشه، نسیانن خطأن، اینها را از اینها خب نمیشه پرهیز کرد. اگر از اینها هم پرهیز بکنه دیگه میشه پیغمبر، دیگه میشه معصوم. ما معتقد معصوم کیه؟ فقط انبیا هستند و فرشته ها. لذا الله می فرماید ان ربک واسع المغفره، همانا پروردگار تو مغفرتش وسیع است. یعنی مایوس نباش، ناامید نباش، اگر گناه کبیره هم کردی توبه کن. ان ربک واسع المغفره، بدون شک ربت واسع المغفره، مغفرتش وسیعه. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، الله از ما قبل و ما بعد شما میداند، از گذشته و آینده شما میداند. هو اعلم بكم، الله نسبت به شما عالم تر است. اذ انشأكم من الارض، اون زمانی که شما را از زمین پیدا کرد. و اذ انتم اجنة فی بطون امهاتکم، و زمانی که شما جنین بودید، شما طفل بودید در شکم مادرانتان، الله از همون زمان شما را میداند. لذا الله میداند فلا تزکوا انفسکم، خودتون را پاک جلوه ندهید، پاک اعلام نکنید من بزرگم، من فلانم، درویشم. نه، الله از اولت میدونه کی بودی، کی هستی، چی میکنی. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقا، اون ذات بهتر میداند کسی را که متقی باشد. متقی را الله میداند، من تو نمیدانی. افرأیت الذی تولی و اعطى قلیلا و اکدا، الله عز وجل زجر و توبیخ بیان می فرماید برای کفار، برای مشرکین، اونهایی که یه مقدار نسبت به اسلام، نسبت به قرآن، نسبت به توحید تمایل نشان می دهند، باز گرفتار تعصب میشند، گرفتار جاهلیت میشن، گرفتار غرور میشن، عقب نشینی میکنن. این آیات را میگویند در رابطه با ولید ابن مغیره هست. ولید ابن مغیره یکی از
دنیا دیده های قریش بود، کسی که دنیا را دیده بود، جهان را دیده بود، در کشورها و امپراتوری های اون زمان مثل ایران و روم سفر کرده بود، همه تمدن ها را می دانست. حتی وقتی که آمد، تازه از سفر آمد به مکه، گفتن که محمد چنین ادعایی کرده، گفت من میرم مچ دستش را میگیرم، من میدونم که این را از کجا آورده. فکر میکرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم از جایی کتابش را نقل کرده، الگو برداری کرده. گفت من با فرهنگ ایران هم آشنام، با فرهنگ رومی هم آشنام، شام و یمن هم رفتم، همه چیز را میدونم. اما وقتی که آمد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه را خواند، در حدیث میاد من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. این کلمات را که رسول الله خواند، این متحول شد، این گفت که من مثل این هیچ جا نشنیدم. این کلمات خود رسول الله بود، وحی غیر مطلوب بود. وقتی که کلام الهی را شنید خیلی متاثر. این ولید عرض کردم که نه اینکه تنها تحصیل کرده اونها بود، بلکه مغز متفکر اونها بود. اونا چشمشون دوخته بود به دهان ولید که ولید چی میگه. ولید هم ابتداء متاثر شد، تا چند وقت می آمد قرآن را گوش میکرد از رسول الله، روز به روز منقلب میشد، دگرگون میشد. آخر یک روزی ابو جهل و بعضی دیگر از سرداران عتبه و شیبه اینها آمدن، گفتن ولید تو میخوایی واقعا مسلمان بشی؟ تو میری همش تو مجلسشون میشینی. گفت آخه من از عذاب خدا میترسم اگر واقعا پیامبر به حقی باشد خدا من عذاب نده، خدا من مؤاخذه نکنه. ابو جهل گفت اگر عذاب بود به گردن من عذابت را، من جورت را میکشم، ولی نکن، نرو که تو که بری و تو هم بشی، تو سردار قریشی، تو وقتی بشی یکی از نوکران محمد صلی الله علیه وسلم، یکی از کفش بردارانش، یکی از خادمانش، دیگه برای قریش چی میماند؟ ای کم کم داشتند اینها مشرکان هم خیلی بلد بودند، این همون رگ غیرت و رگ عصبیتش را میزدند که تحریک بشه. ولید آخر تکبر کرد. الله تعالی در چند جای قرآن مجید انشاءالله ما میخوانیم که درباره ولید و اشاره میکنه به این بدبخت که آمد و چطور برگشت. در این آیات در رابطه با ولید الله میفرماید افرأیت الذی تولا، آیا دیدی اون انسان را، اون انسانی که تولا پشت داد، اعراض کرد، و اعطا قلیلا و اکدا، مقدار کمی داد یعنی جلو آمد، و اکدا یعنی توقف کرد، باز آمد. ببین قرطبی تفسیر کرده این آیه را با این کلمات: کان الولید مدح القرآن، ولید قرآن را تعریف کرد پیش مردم، گفت خداییش کتاب خیلی خوبی است، خیلی جالبه. ثم امسک عنه، بعداً وقتی که باش صحبت کردن باز آمد، دیگه تعریف نمی کرد، بعد از اون می گفت جادو. فنزل، این آیه نازل شد، و اعطا قلیلا، و اعطا قلیلا یعنی چه؟ ای من الخیر بلسانه، ذره از خیر آورد به زبانش، یعنی همین که از قرآن تعریف کرد. و اکدا یعنی قطع عنه و امسک عنه. قرطبی اکدا یعنی باز آمد، دیگه بیشتر تعریف نکرد. الله عز وجل می فرماید اعنده علم الغیب فهو یرى، آیا نزد این ملعون علم غیب هست که اون علم غیب را می بیند؟ این که کسی دیگه گناهش را بدوش گرفته، مگه گناه این بدوش او میشه؟ الله می فرماید ام لم ینبأ بما فی صحف موسی،
آیا این خبر ندارد؟ لم ینبأ، خبر داده نشد به آنچه که در صحیفه موسی بود. و ابراهیم الذی وفا، و همچنین آنچه که در صحیفه ابراهیم بود، ابراهیمی که وفا کرد، یعنی احکام الهی را کامل انجام داد. وقتی بهش گفتن هجرت کن، هجرت کرد. وقتی بهش گفتن زن و بچه‌ات را در وادی مکه بذار، گذاشت. وقتی بهش گفتن بچه‌ات را ذبح کن، ذبح کرد. هر چی که بهش گفتن وفا کرد. ابراهیم الذی وفا، تمام احکام الهی را به جا آورد. خب در صحیفه موسی و در صحیفه ابراهیم چیه؟ آیا این ولید نمیدوند که اونجا هست؟ خداوند اینجا دلیل نقلی ذکر میکند از صحف و کتب سابقه که الا تزر وازرة وزر اخرى، اینکه هیچ بار برنده، کسی که بار حمل میکند، حمل کننده باری حمل نمی کند بار دیگری را، یعنی هیچ گناه کننده ای نمیتونه گناه دیگری را. بعضی مردم هم اینطور میگن، این سخن ابو جهله، خوب دقت کنید. بعضی مردم میگن تو این کار را بکن گناهش به گردن من. وقتی به گناهی دستور میدی، اولا گناهی او به گردن تو نمیشه، گناهی او به گردن خود او میشه، اما به تو هم همون اندازه گناه میرسه، چون تو وادارش کردی. یکی ضلال است، یکی اضلال، گمراه کردن است و یکی گمراه شدن. او گمراه شد، تو گمراهش کردی که میگی برو تو این کار را بکن، کار نامشروع را به گناهش، برو فلانی را بزن، فلانی را بکش، اگر گناهی بود به گردن من. یعنی چه؟ الله میفرماید در صحیفه های موسی و ابراهیم بود که الا تزر وازرة وزر اخرى، هیچ حمل کننده گناه حمل نمی کند گناه دیگری را. لذا ابو جهل که میگه گناهت به گردن من، نه، گناه توی ولید به گردن خودت. و ان لیس للانسان الا ما سعی، این مضمون دوم است. نیست برای هیچ انسانی مگر اون چیزی که سعی میکند. هرچی که انسان سعی بکند، هرچی تلاش بکند، نتیجه تلاشش را خودش میبیند، نتیجه تلاش شما را کسی دیگه نمیبیند. و ان سعیه سوف یرا، و همان سعیش ان قریب نشان داده میشه. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، سپس جزا داده میشه، جزای کامل. ببینید اینجا این آیه به ظاهر مخالف است با بعضی اون چیزی که ما در فقه من داریم، اما حقیقت را به خدمت شما عرض می کنم. مثلا از این آیه معلوم میشه که هر کسی نیکی بکند نیکیش به خودش میرسد، به دیگری نمیرسد، در حالی که ما در شریعت داریم خیلی چیزها را میشه به دیگران نفعشون را رساند. مثلا من خدمت شما میرسم، میگم برای من دعا کنید، شما برای من دعا میکنید، مگر اثرات دعا به من نمیرسد؟ خیر به من میرسد، ما اعتقاد داریم. یا انسانی که نیکی میکند ثوابش را به کسی دیگه میبخشه. ما معتقدیم که و ان لیس للانسان الا ما سعی در رابطه با این موضوعات نیست، در رابطه با این مسائل نیست. البته بین خود فقها هم اختلاف است. معتزله معتقد است که هیچ کاری انسان نمیتونه برای کسی دیگه انجام بده، هر کسی و خودش، هر کسی هر چی میکنه ثوابش به خودش میرسه، به دیگری نمیرسه. در بعضی از اعمال امام شافعی رحمه الله همین عقیده را داره که اعمال ثوابش به دیگران نمیرسه، بحث ایصال ثواب نه. ولی ما معتقدیم، البته در این موضوع اولی هیچ که اختلاف نداره، که دعا نفعش به همه میرسه. مثلا شما برای کسی دعا بکنید نفعش به اون کس میرسه، اون کس برای شما دعا کنه نفعش به شما میرسه.
در قرآن مجید هست که الله تعالی می فرماید، مؤمنین را تعریف می کند، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. خدایا ما را هم ببخش، برادران ما را که قبل از ما با ایمان از این دنیا رفتن اونا را هم ببخش. خب این دعا را که شما میکنید انشاءالله موجب آمرزش شما هم میشه، موجب آمرزش اونایی که شما برایشون دعا میکنید هم میشه. ملائکه در سوره مومن خواندیم، ملائکه برای مؤمنین دعا میکنند. خب کار ملائکه است، نفعش به شما میرسه. بس این هست، نفع اعمال برای دیگران هست، از قرآن هم ثابته. اما اعمال دیگر، بعض احناف و شوافع در رابطه با عبادتهای مالی هیچ اختلافی ندارند. مثلا من گوسفندی بکشم، این ثوابش را به شما ببخشم، به پدر مرحومم ببخشم، به هر که ببخشم ثوابش میرسد. تو مسائل مالی در این باره هم ما در رابطه با اعمالی که چی باشند، مالی باشند، احادیث فراوانی داریم. زنی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، گفت یا رسول الله پدر من بر او حجی هست، حج نکرده و اگر من از طرف پدرم حج بکنم کفایت میکند؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود تو به من بگو اگر پدر تو وامدار باشد، مدیون و مقروض باشد، اگر شما دین پدرت را به پرداخت بکنی از طرف او پرداخت میشه؟ گفت بله یا رسول الله. گفت همچنین دین خدا حق‌تر است، حقدارتر است، برو به جای پدرت بگو. پس ببین زن رفت به جای پدرش حج کرد، ثوابش به پدرش رسید. پس در عبادتهای مالی، البته حج تنها عبادت مالی نیست، هم مالی هم جاریه، فقط با پول نمیشه. زکات فقط با پول میشه، اما حج باید بری، زحمتش را هم بکشی، احرامش را ببندی. اختلافی که هست بین احناف و شوافع در تلاوت قرآن است که شما اگر قرآن تلاوت بکنیم ثوابش به مرده، به زنده، به هر کس که میخواییم ببخشیم میبخشیم هست یا نیست؟ احناف معتقدن ثوابش میرسه و شوافع معتقدن ثوابش نمیرسه، چون این ثابت نیست. ولی چند تا حدیث صاحب رد المحتار جمع‌آوری کرده که ثواب تلاوت قرآن مجید هم به دیگران میرسه. به هر حال این آیه ربط به ایصال ثواب ندارد. این آیه در رابطه با چیه؟ در رابطه با این موضوعات که اگر کسی گناهی بکند به گردن دیگری نمیشه. الیس للانسان الا ما سعی. هر کسی که هر چی سعی میکنه نتیجهش را خودش میگیرد. این شأن نزول را که بیان کردم به خاطر اینکه آیه بیشتر فهمیده بشه، متوجه بشید. لذا هر کسی که سعی بکنه سعیش و نتیجهش برای خودش. و ان الی ربک المنتهى، انتهای هر امر، پایان هر امر به رب میرسد و نمیداند که رب دارای چه صفاتی هست. این صفات الله. و انه هو اضحک و ابکا، همانا آن ذاتی هست که ما را میخنداند و ما را میگریاند. گاهی خوشی میاره، گاهی ناخوشی میاره که میخندیم، گریه میکنیم. و انه هو امات و احیا، و همانا اون ذاتی است که موت میدهد، میمیراند، و احیا او زنده میکند. و انه خلق الزوجین الذکر والانثى، همانا اون ذاتی است که آفریده زوجین را،
مرد و زن را، الذکر والانثى مرد و زن را، من نطفه اذا تمنا از نطفه‌ای که وقتی تمنا ریخته میشه. بعضی این نطفه ها پسر میشه، بعضی دختر. این دست الله است. کار کیه؟ کسی دیگه نمیتونه. و ان علیه النشأة الاخرى همونطور که از نطفه که بیجان است جاندار را پیدا کرد، انسان زنده را، همچنین بر او هست النشأة الاخرى، زنده کردن بار دوم از قبرها دوباره زنده میشه. بر اون ولی قیاس کن. و انه هو اغنا و اقنا همانا اون ذاتی هست که او غنی می کند، انسان را توانگر می کند، و اقنا او هست که فقیر می کند. قال الاخفش اقنا افقر، چی می کند؟ فقیر می کند. و انه هو رب الشعرا همانا او هست ذاتی که رب شعراست. شعرا نام یک ستاره بود. هو کوكب یطلع بعد الجوزاء ستاره بود که بعد ستاره جوزاء طلوع می کند. فی شدت الحر در موسم شدید گرمی. و کانت خزاعه تعبدها بنو خزاعه اون عبادت می کرد. بنو خزاعه قبیله بود. لذا الله می فرمد رب شعرا پروردگار اون ستاره هم منم. و باز الله عزوجل در این مضامینی که از قدرت خودش بیان می فرماید تلویحا اشاره می کند که عذاب هم میدم. اقوامی که تمرد بکنند سرشون را به خاک می مالم، پوزهشون را، بینیشون را. و انه اهلک عادن الاولا اون ذاتی هست که هلاک کرد عاد اولا را. و ثمود عاد دوم ثمود است. و ثمود فما ابقا و همچنین هلاک کرد ثمود را. فما ابقا اونها را باقی نگذاشت، اثری از اونها نیست. و قوم نوح من قبل قوم سوم، قوم نوح که قبل از عاد و ثمود بود. انهم كانوا هم اظلم و اطغا چرا اینها هلاک شدن؟ همانا اینها بودن هم اظلم، اینها ظالم ترین انسان ها، و اطغا طغیانگر ترین انسان ها. طغیان و سرکشیشون حد نداشت. والمؤتفکة اهوا گروه چارم اون ذاتی است که روستاهای سرنگون شده را اهوا چپه کرد. الله عزوجل قوم لوط را هم زد به زمین، روستایشون را، شهرشون را، صدوم را برد به آسمان و از اونجا سرنگون کرد و به زمین کوبید. لذا اون ذات چنین ذاتی هست. فغشاها ما غشا بیان شدت عذاب، اونا را تحت پوشش قرار داد. اون چی که تحت پوشش قرار داد اون سنگریزه ها هستن، حجارة من سجیل، اون سنگریزه ها. فبأي آلاء ربك تتمارا بکدام نعمتهای ربتان شما شک دارید؟ پروردگار این همه احسان را به شما داده و این اقوام را که ذکرشون را کرد، این اقوام را تک تک را نابود کرد، شما را هنوز مهلت داده، زندگی نگه داشته، شما به چی شک دارید؟ حال که الله از گذشتگان فرمود، الان روی سخن بر میگرده به قریش مکه، به مردم مکه. ای مکه، ای اهل مکه، هذا نذیر من النذر الاولا، این محمد صلی الله علیه و سلم، این پیامبر ما هم ترساننده ای هست از ترسانندگان گذشته. همونطور که در گذشته نوح آمد، هود آمد، صالح آمد، لوط آمد، اینم یکی از اونها. و بدانید که اون موعد نزدیکه. ازفت الازفه، نزدیک هست آفتی که نزدیکه. عزوف قبلا خواندیم،
عزوف به معنی نزدیک شدن. اینجا الآزفه موصوفش مقدره، الآفة الآزفه، الواقعة الآزفه، اون قیامت و اون آفتی که نزدیک است، نزدیک شد، یعنی قیامت دور نیست. اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعه، ساعه نزدیک است، قیامت نزدیک است. ازفت الآزفه لیس لها من دون الله کاشفه، برای اون قیامت بغیر از الله هیچ کسی کاشفه نیست، یعنی هیچ کسی نیست پرده را بردارد و نشون بده کی هست و قیامت را بیاره، فقط کار الله است. آخر الله میفرماید افمن هذا الحدیث تعجبون. سبحان الله، قرآن چگونه جالب بلیغ سخن میگوید و مسائل را تفهیم میکند. آیا از این سخن تعجب میکنند؟ در حیرتند، در شگفتند؟ و تضحکون، شما تعجب میکنید، و تضحکون ولا تبکون، میخندید، مسخره میکنید، ولا تبکون، گریه نمیکنید از خوف عذاب الله، و انتم صامدون، و شما صمود گرچه خاموشی را میگه اینجا به معنی سرکشی هست، یعنی به جای اینکه ساکت بشید، به جای اینکه تسلیم بشید، سرکشی میکنید. الله عزوجل در پایان راه نجات را هم بیان میفرماید، راه برون رفت از این حوادث و عذابها را بیان میفرماید. فاسجدوا لله واعبدوا، اگر میخواید نجات بیابید فقط و فقط برای الله سجده بکنید و فقط الله را عبادت کنید. سجده برای الله، عبادت هم برای الله، که بعد از درس انشاءالله سجده کنید. این بود سوره مبارکه قمر که با این تعبیرات بلیغ الله عزوجل دلائل عقلی بیان فرمود و همچنین تخاویفی بیان فرمود برای مشرکین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. پروردگارا ما را از این اهل تقوا بگردان، چنان تقوایی، چنان خشیتی، چنان خوفی در دل ما ایجاد بشه که به سوی گناه و به سوی غفلت و به سوی معصیت نرویم. اله العالمین توبه نصوح نصیب بفرما. پروردگارا دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما. در دنیا همراه با طاعت و بندگی، همراه با لطف و لذت سجده بگذرانیم و در آخرت رضای مولا و دیدار مولا را نصیب ما بگردان. پروردگارا رب ما را از محرومین نگردان، ما را از اشقیا نگردان، ما را از بدبخت ها نگردان، از اونهایی که میبینند و دهنشون آب میده و خودشون محرومه. پروردگارا به ما حظی بزرگ، بهره کامل از این نعمت هایی که بیان فرمودی در بهشتت عنایت بفرما.
پروردگارا ربا ما را بر آیات کلام الله مجید عامل بگردان، به ما اخلاص نصیب بفرما، به ما تقوا و خدا ترسی نصیب بفرما. اله العالمین ربا به ما بده اونچه که خیر دنیا و آخرت ماست و ما را پناه بده از اونچه که شر دنیا و آخرت ماست. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.